سلام و نور به شما آوینایی عزیز. امروز میخوام براتون در مورد رهایی صحبت کنم. رهایی از این نقش‌های ساختگی. رهایی ما وقتی آغاز میشه که ما باور کنیم هیچ نقاب و برچسبی ما رو تعریف نمیکنه. وقتی بفهمیم که ارزش ما درون ماست، نه در نگاه دیگران. راه رهایی بازگشت به سکوت درون هست، جایی که حقیقت زنده ما می درخشه. برای فاصله گرفتن از این نقش‌های ساختگی اول باید اونها رو بشناسیم و ببینیم کدوم نقش‌ها رو فقط برای پذیرفته شدن، فقط برای جلب توجه، فقط برای متفاوت بودن انجام میدیم. وقتی این نقاب‌ها رو می‌بینیم میتونیم آروم آروم از اونها فاصله بگیریم. نه با جنگیدن، با پذیرش اینکه اینها ما نیستیم. با مهربانی به خودتون نگاه کنیم و بگیم من فراتر از این نقاب‌ها هستم. وقتی این نقش‌هایی که نفس اماره یا همون نفس خواهنده ما بهمون پیشنهاد میده رو فقط می‌بینیم، دیگه درگیرش نمیشیم، اینجوری تا حدی آروم آروم قدرت این نفس رو کم میکنیم، چون دیگه بهش توجه نمیکنیم، چون دیگه این بار هرچی اون میخواد و هر جور که اون میگه اجرا نمیکنیم. انگار با آگاهی برخلاف میلش عمل میکنیم و این عمل آگاهانه ما همون تقوا هستش. یعنی تو هر لحظه متوجه هستی که این اتفاق از من واقعی تو میاد یا از نفس اماره تو. این کار شبیه جادو عمل میکنه. با این کار کوچیک نفس اماره ساکت میشه. نقاب‌های جعلی خودشون میافتند. فقط آگاهی، فاصله و سکوتی که کم کم شکل میگیره این جادو رو سبب میشه. هر بار که سکوت میکنی و به صدای درونت گوش میکنی، حقیقت درونت آشکارتر میشه. هر بار که به خودت اجازه میدی همونطور که هستی دیده بشی، یک نقاب دیگه میافته. هر بار که خودت رو دوست داری، یک قدم به من واقعیت نزدیکتر میشی. نقاب‌ها میافتند و اونچه که باقی میمونه حقیقت ارزشمند تو هستش. این همون نوری هستش که هیچ کس نمیتونه جز خودت اون رو روشن کنه. اینجوری آروم آروم به این شعر مولانا انگار نزدیکتر میشیم. هرگه که خواهی شمس تبریزی شود مهمان تو، خانه خالی کن ز خود ای کدخدای بی خودی. انگار اینجوری خانه دلمون رو از این نقاب‌های ساختگی خالی می‌کنیم تا نور درونمون بیشتر و بیشتر بدرخشه. تا هفته آینده و یک شنبه بعدی در نور و آگاهی بمونید.